ماه اول اصلش ربطی به تمرین نداره، بیشتر درباره یه جور تغییر درونی و سازگاریه، یه جور قرارداد جدید بین اون آدمی که بودی و آدمی که داری میشی. چون وقتی سالها یه جوری زندگی کردی، یه جوری غذا خوردی، یه جور حرکت کردی، یه جور فکر کردی، خب بدنت باهات میجنگه، ذهنت جلوت مقاومت میکنه، انگار همه چی داد میزنه ولش کن، همونجوری بمون. خسته میشی، له میشی، ولی ته دلت میدونی راهت روشنه، یه مقصد بزرگی جلوته. از اون قدم‌های کوچیک مهم میشن. همین کوچیکا یعنی پیشرفت، داری قوی تر میشی، یعنی ترکیبی از قدرت و استقامت. اگه یه نوجوان اینو ببینه و پر از شک و تردیده، بدونه که اعتماد به نفس خریدنی نیست، ساختنیه. اگه تو به این باور داشته باشی که بازنده میشی، پس بدون بازنده ای. ولی اگه تلاش کنی برای ساختن زندگی خودت، بدون برنده میشی. مطمئن باش. وزنا سنگین باشن طبیعیه، بدن درد داشته باشی اینم طبیعیه، ولی چیزی که انتظارشو نداری اینه که همه چی انقدر غریب و ناآشنا حس بشه. حرکت‌ها مسخره و دست و پا شکسته میشن، شونه‌هات خشکه، لگنت سفته، انگار بدن تازه بیدار میشه. حتی بعضی وقتا خسته کننده ترین بخش کل ماجرا فقط اینه که خودتو برسونی به باشگاه. حس میکنی انگار داری زندگی یکی دیگر رو زندگی میکنی، آدمی که هنوز به طور کامل نیومده سر جاش. پس مجبور میشی از دل درد بری، نفس بکشی وسط سختی ها و اعتماد کنی که اونور این حس غریب و ناجور یه جور هماهنگی منتظره. کم کم تیکه های پازل درست سر جاش میشینه. ولی بیرون از باشگاه هم قصه ادامه داره. غذاها، وعده‌هایی که جذاب نیستن، هوس‌هایی که تو گوش میگن بابا یه ذره حلوله بخور چیزی نمیشه. سخت‌ترین بخش برای من عجیب بود، همون راه اردکی ها اول کار. بعدش هم تمرینای توپ ورزشی که چند بار از روش زمین خوردم. باید بشینی و بذاری اون سختی ها ازت رد بشن. ماه اول شاید تغییر فیزیکی خاصی نشون نده، ولی بهت یه چیزی میده، مدرکی که ثابت میکنه میتونی سختی رو انتخاب کنی، میتونی سمت درد و خستگی بری، نه اینکه ازش فرار کنی. بدن درد، گرسنگی، خستگی، اینا شکست نیستن، اینا نشونه، علامتن که داری درست میری.